خب منم درود سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. خدمت شما عرض کنم که من نپایس اولی دیگه زیاد همه گپانی که عارف باید جتیم در این غالب ما پایس ما بار کنم بله خوشانی گرتی. بعد خدمتتون عرض کنم که موضوع هفته مسئولیت پذیری و در درجه اول هرچی پیتش بگویید، یعنی هرچی دوست دارین. بعد در درجه دوم تجربه های شخصیش مهمتر رو به نظر من، چون من پیت تعریف بکنی یا فلان شاید پاکی ردانی دیگه نیاز به تعریفی مثلا کلاس درسی و شان اینی پیتی فقط در حد تجربه های وقتی و اگر پیتش به سوالم پاسخ بده که وقتش به نظر وقتش آدم مسئولیت پذیری هستی و خیلی از سوالات که دیگه که مثلا مطرحه کجا واش شو مثلا مسئولیت پذیری کجا واش نه آیا ما توانی هر جگه احساس مسئولیت کنی یا نه و سوالاتی که حالا ما بعدا به ذهن رسی از شما اگه پایسش یعنی دل بخواهی جواب بدید و در مورد خبران یک نفر شخص دیگری در مورد آن نظریه که فرد برکن توانی در پایانی که خبری حلاس بود بازم نظر وقت بگوید که نظر شما در مورد موضوعی که فرد خبر کرده هم بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولیت پذیری در معنای لغویش در واقع اینه که هرگاه انسان یک متعهد به انجام کاری بشه در حقیقت مسئولیت اون کار رو پذیرفته. انسان ها در طول زندگی حالا خواسته یا ناخواسته عهدهدار چندین مسئولیت میشن. از اون ابتدا شخص وقتی که وارد این دنیا میشه فرزند، حالا در ادامه وارد مدارس میشه دانش آموز، حالا بزرگتر بشه پدر، مادر، در محیط کاری میشه که کارمند، رئیس واحد، حالا در سطح بالاتر میشه رئیس یک اداره و همینطور در سطح‌های بالاتر. خواسته یا ناخواسته حالا این مسئولیت ها به اون شخص محول میشه و مسئولیتی که در واقع به هر شخصی محول میشه افراد دو تا گروه میشن. بعضی از افراد هستن که اونقدر این مسئولیت ها براشون زیاد هست ممکنه دچار سردرگمی بشن و حتی ممکنه که اونقدر مسئولیت پذیر باشن که بخوان اون کارشون رو دقیق و قابل قبول انجام بدن که این خودش موجب استرس و اضطراب میشه و شاید نتونه که همه اون وظایف رو انجام بده، چون هم فرزند هست برای پدر و مادر، هم ممکنه پدر باشه یا مادر برای فرزند، یک کارمندی باشه برای مسئولش و حتی در همون زمان در واقع یک شخصی هست که باید اون ارباب رجوع رو جواب بده و حتی در خود شهر یک سری مسئولیت هایی داره نسبت حالا اون به محیط زیست، به افراد دیگه. و دسته دوم افرادی هستن که در واقع مسئولیت رو دارن منتها خیلی خونسرد هستن و اونقدر این خونسردی و بیخیالی زیاد هست که ممکنه که اون شخص نتونه که مسئولیت های خودش رو به خوبی انجام بده که خب این در ادامه باعث نارضایتی اطرافیانش میشه. در اینجا باید یک حد اعتدالی باشه که به نظر من در اینجا یک سری مهارت ها و یک سری آموزش های لازم رو اون شخص و یا اشخاص ببینن، هم در گروه اول هم در گروه دوم، چون در هر دو گروه شخص اگر که خیلی منظم باشه، خیلی وسواس به خرج بده و اونقدر دچار استرس و اضطراب بشه از تعدد مسئولیت ها، و هم در گروه دوم که اونقدر بیخیال بشه و خونسرد، در هر دو گروه در واقع نمیتونه که شخص به اون مسئولیت ها بپردازه و وظایف رو به خوبی انجام بده. اینجا هست که در واقع یک سری آموزش ها مثل مهارت های کلامی رو باید فرا بگیره. اینجا هست که در واقع اون بحث های روانشناسی و مشاوره میاد پای کار که حتما به نظر من باید اون شخص یک سری تکنیک ها و یک سری راهکارها رو از یک افراد کاربلد، نه افرادی که البته هستن در اینجا، من بگم که اون قدرتی که تبلیغات رو داره در اینجا و اون قدرتی که الان فضای مجازی داره، خیلی از افراد ممکنه که بدون مجوز بیان در واقع شخص رو بگن که ما این تکنیک رو ارائه میدیم، به جز این که اون شخص رو بیشتر سردرگم میکنن در واقع کاری برای اون شخص انجام نمیدن. از منابع معتبر، از افراد معتبر، افرادی که در واقع اون تحصیلات رو دارند و اون مجوز رو دارند، حتما ازشون استفاده بشه و ازشون کمک بخوان که انشالله از این
سردرگمی نجات پیدا بکنن و اون حد وسط و اعتدالی که باید باشه رو در واقع بتونن که داشته باشن و هم برای خودشون مفید باشن هم برای بقیه. با تشکر. خدا بزرگزادم. در بحث مسئولیت پذیری بیشتر من بحثم در مورد مسئولیت پذیری شهروندیه، چون در طول روز خیلی باهاش مواجه میشم، خیلی هم هرس میخورم. مثلا تو خیابون که میری رانندگی میکنی، نمونهش همین الان من داشتم میومدم، یه مبل افتاده بود رو زمین وسط خیابون. بعد میتونی قشنگ اونجا یه دوربین مخفی ببینی از مثلا 100 تا راننده‌ای که از اونجا رد میشن چند نفر حس مسئولیت میکنن که پیاده شن، با کمک چند نفری مبل رو بردارن که مجبور نشی پیچ بخوری، مسیر به هم بخوره، مشکل و معضل پیش بیاد، راه بشه. ولی دقیقاً تو این چند دقیقه‌ای که من تو این باز اونجا منتظر بودم، دیدم به جرئت میتونم بگم 99% این حس مسئولیت پذیری حتی خود من نداشتم. خب شاید هم کاری از دستم برنمیاد، نداشتم که وایسم یا شاید به 4 نفر بگم اینو بردارین که مثلا این معضل راهبندونه حل شه. تو بحث مسئولیت پذیری شهروندی به نظر من شاید هم به خیلی‌ها بر بخوره ولی ضعیفی. حالا تو هر زمینه‌ای، چون اکثرا خودخواهیم و سعی میکنیم یا فکر میکنیم مسئولیت پذیریم. تو بحث مسئولیت‌های اجتماعی که پیش میاد عموما کسی گردن نمیگیره مشکلی رو که بخوایم رفع کنیم. بعد هممون هم دنبال اینیم که چرا فلان مسئله حل نمیشه، چرا فلان مثلا مشکل چیز حل نمیشه، به نوبه خودمون کسی کاری نمیکنه. بعد وقتی که تو این بحث همه دستامون رو به هم ندیم، یه نفرم خب اگه مسئولیت پذیرم باشه کار به جایی نمیبره. بعد بحثی که دوستان فرمودن چند مسئولیتی، منم از زخم خورده هاشم. تو محیط اداره مثلا 5-6 تا پست داری کار میکنی. بعد یکی هم خیلی به بحث شخصیت آدم مربوطه. اگه خیلی کمالگرا باشی سعی میکنی مسئولیت پذیریت خیلی بالا باشه، بعد هم اعصابت درگیر میشه، هم استرس و اضطرابت خیلی بالا میره. بعد این خیلی تو بازدهی کارت هم تاثیر میذاره. مسلما اگه تو محیط کاری چند تا مسئولیت با هم قرار باشه انجام بدی، به نظر من از مسئولیت‌های توی خونت میمونی. از بحث مثلا اینکه فرزند اون خانواده باشی، از بحث عاطفی که قرار مثلا به کسی که تو رابطه داری اهمیت بدی، مسئولیت عاطفی، از بخشای دیگه میمونی. تجربه شخصی که واتونو بوده گوشه، من فرزند اول خانواده ام و تک فرزندی هم هستم. از نظر مالی خانواده این مشکل نبوده. بعد تا دبیرستان ما را مثلا تک خانواده چوش بوده که هیچ مسئولیتی من نبوده بجز درس خوندن. اگه پایسته اون کاری هم بکنم مثلا خانواده باشه تر مسئولیتی نی، تو فقط درس تبون. بعدش که دوره دبیرستان تمام بود، یکم رفت تا یک فضایی که مثلا 0 تا 100 زندگی من دست آمد. من رفتم خارج کشور پر تحصیل دیگه، 0 تا 100 زندگی من دست آمد. یعنی تمام مسئولیتی تدوار مثلا کسترین چیزی یک جوراب من نشوشته، بل رفتم اودا دیگه اشکسترین چیز تا درس وانتون و پاک چیزان دست من بود. نون شما یا تبر کو گشتش که مثلا یک موزلش این که به یک فردی بیش از حد مسئولیت بودیم. ما پس بگوشم که یک موزل دیگه شین که به یک فردی هیچ مسئولیتی مده، که یاد مثلا حداقل احس مسئولیت پذیری یاد بگی یا مثلا تفضا ببی یک چیزی بزن. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما عزیزان و بزرگواران و همراهان همیشه یه نگارخانه. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید، لبتون خندون و دلتون شاد باشه. طبق روال پنجشنبه ها بحثایی رو در پیش رو داریم. بحث این هفته هم در مورد مسئولیت پذیری هستش. در بحث مسئولیت پذیری ما به نظرم باید برگردیم به تئوری انتخاب. خب تئوری انتخاب میگه آقا ما مسئول تمام رفتارها و کردارها و هر آنچه که از ما برمیاد هستیم. خب ما برای این تئوری انتخاب ما یه سری باورها داریم. یه سری باورهایی داریم که باعث میشه که ما پیشرفت کنیم، یاری رسان باشیم، خوب واقع بشیم توی جامعه، و یه سری باورهایی هم داریم که کنترل کننده هستن و اصطلاحاً بهشون میگن محدود کننده. اما این باورهای محدود کننده
چه تأثیر روی این وضعیت و این قضیه انتخاب و مسئولیت پذیری میذارن. شما فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید پدرتون با شما همیشه بد برخورد کرده و این باور محدود کننده اولین بار توی ذهن شما به وجود اومد که خب حالا که پدرم توی این شرایط با من بد برخورد کرد، پس من یک اونجای باوری برام به وجود میاد که این باور رو برای خودم میسازم که از این به بعد اون کار رو انجام نمیدم که اون رفتار بد پدرم هم من رو شاملش نشه. پس این باورهای محدود کننده توی تمام زندگی ما هستن. فرض کنید مثلا یک بار دو بار اون رفتار پیش میاد و باور رو شکل میده و این باورهای محدود کننده باعث میشن که ما اون خود واقعی خودمون رو هم نشون ندیم. قضیه مسئولیت پذیری هم به همین صورت هستش که ما یه سری باورهای محدود کننده میاد ما رو به این سمت سوق میده که آقا پس فلانی نیومده سر جلسه دیر کرده مثلا، پس این باور توی ذهن من به وجود میاد که خب پس تمام این قوم، تمام این قبیله، چون عادت داریم که مثلا تعمیم بدیم، تمام این قوم و قبیله پس کسایی هستن که دیر میان و این باور رو توی ذهن خودمون به وجود میاریم و سعی میکنیم و انتخابی که بعد از این باور محدود کننده به وجود میاد ممکنه مسئولیت پذیری ما رو کمتر بکنه. پس ما میگیم که خب اینا همه که دیر میان، پس منم که مسئولیت رو بر عهده داشتم حالا شبیه اونا رفتار میکنم، میگم که خب پس منم مثل همونا دیر میام و این مسئولیت انگار رابطه مستقیم با انتخابهایی داره که تو اون لحظه‌ای که قرار باور ما شکل بگیره رابطه خیلی مستقیم با هم دیگه دارن و از همین جهت هستش که ما در اون لحظه‌ای که داره باورمون شکل میگیره باید حواسمون به اون باوره که در ما به وجود میاد باید باشیم. مثلا فرض کنید که یک کسی باوری داره که آقا تمام مردهای دنیا خیانتکارن، یا فرض کنید تمام زنهای دنیا خیانتکارن و نمیتونه وارد یه رابطه جدید بشه. خب این باور از کجا شکل گرفته؟ از اونجایی که مثلا اولین بار بهش خیانت شده و این رو تعمیم میده. اون لحظه اون باوره که به وجود میاد، اون باوره که داره تعمیمش میده، این مسئولیت رو از ما میگیره. یعنی که من اون لحظه انتخاب میکنم، میگم که خب این انتخابه به این صورت هستش که به هیچ مرد یا زن دیگه‌ای اعتماد نکنم و اون رو توی زندگی خودم راه ندم و باعث میشه که من انتخابی بکنم که بعداً افسرده بشم، مسئولیت زندگیم بر عهده نگیرم و مسئولیت رو همه رو بذارم، تقصیر اون رو بذارم بر گردن دیگه. و الان میبینیم که خب وقتی من مسئول خودم رو قرار نمیدم یه واژه به وجود میاد با عنوان تقصیر که اون رو بر گردن دیگری میذارم و این باعث میشه که من همه رو تقصیر کار بدونم و توی تمام مسائل زندگیمون این اتفاق داره رخ میده و از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی تا مسائل هنری، تمام مسائل رو میتونه در بر بگیره. پس باید حواسمون به اون باورهایی که ما رو محدود میکنند باشه و حواسمون به انتخابهایی که در اون لحظه که باور قرار رخ بده و شکل بگیره هم باشه که ما چه چیزی رو انتخاب میکنیم که آیا ما میخوایم مسئولیت اون رخداد رو بر عهده بگیریم و از یه جهت دیگه بهش نگاه بکنیم، یا نه میخوایم اون قضیه تقصیر رو به وجود بیاریم و کلا تقصیر رو بذاریم برگردن و عهده دیگران و بقیه رو این بار رو از روی شونه های خودمون برداریم و بذاریم روی شونه های بقیه. خودمون باید نگاه بکنیم اصلا مسئولیت پذیری اصلا یعنی چی؟ ببینید این کلمه انگار از کلمه سوال میاد، یعنی در اون لحظه که ما میخوایم انتخاب بکنیم که اون باور رو به صورت چه چیزی توی ذهنمون به وجود بیاریم، باور رو محدود کننده کنیم یا نه اون باور رو در راستای پیشرفت خودمون قرار بدیم، از خودمون سوال بپرسیم. و ببینید در دل این رفتارهای و افکار و باورهای محدود کننده همیشه یه منفعتی نهفته هستش. گاهی مثلا ما میگیم که خب مثلا این باور برای من هست که به من ارتقا نمیدن و فلان و اینها، و از اون طرف
برای من منفعتی که داره چیه؟ من از اون کارمندام که مثلا دیر میرم زود میام، پس این منفعتی که من دارم، هیچ کس به من نمیتونه چیزی بگه چون مثلا حق منو خوردن و منو ترفیع نمیدن، و از اون طرفم من از اون دسته هستم که مثلا دیر میرم زود میام به خاطر اینکه مثلا به من ترفیع نمیدن. در واقع این جریان دو سر باخته. پس حواسمون باید به اون باورهای محدود کننده‌ای که شکل میگیره و این حق مسئولیت پذیری رو از ما میگیره باشیم. اما در آخر میخوام یه نقل قول کنم از یکی از نویسنده های بزرگ که میگه مسئولیت پذیری از رویا آغاز میشه. حالا برعکسش رو نگاه کنید. در جوامعی که امید به زندگی کمه و مردم توی جوامعی که رویا پردازی نمی کنن، اصلا مسئولیت پذیری معنایی نداره و همه با واژه تقصیر آشنا هستن، همه تقصیر رو گردن همدیگه میندازن. فرض بفرمایید اینجا مثلا الان همه دوست دارن برن یا هیچ رویایی ندارن، یا بچه ها رو میپرسی بچه میخوای فردا چی کاره بشی؟ هدفت از درس خوندن چیه؟ یا اصلا میخوای درس بخونی؟ رویایی داری؟ و همشون میگن نه، نداریم، نمیخوایم انجام بدیم. و اون طرف قضیه هم اینه که همیشه طلبکارن، همیشه تقصیر کار رو روی گردن بقیه میذارن. فرض بفرمایید که مثلا میگن آقا چرا افزایش حقوق نداشتیم امسال؟ بعد تقصیر رو سر گردن بقیه میذاره کارفرما، میگه خب بودجه نداره. بعد میره یه خورده بالاتر میگه خب بودجه رو از کجا باید تامین کنیم؟ میگه مثلا از نه. خب بعد میگه خب مرحله بعدی اون میگه به ما بودجه ندادن. اداره بعدی میگه که خب بودجه‌ای که در اختیار ما بوده از فلان سازمان میاد. میری سازمان بعدی میگه نه تقصیر ما نیست، فلان سازمانه. یعنی هیچ کس مسئولیت کار رو بر عهده نمیگیره، همه توپ رو پاس میدن توی زمین همدیگه و این هستش شرایط زندگی ما. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه به حرفای من گوش دادید. امیدوارم که این صحبت‌ها مثمر ثمر واقع بشه و جمعتون پویا و همیشگی باشه. یا حق. به نام خدا. موضوع امروز که بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری است، بسیار موضوع مهمی است و البته به شدت وسیع. ما در همه قسمت‌های زندگی با بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری روبرو هستیم و خواهیم بود. اولین کلمه خود مسئولیت، مسئولیت پذیر و شروع مسئولیت پذیری. به نظر من اولین قسمت شروع مسئولیت پذیری خانواده است. ما هر زمانی که بتونیم و اینو قبول بکنیم که در خانواده مسئولیت پذیری وجود داشته باشه و وجود بیاد، خود به خود فرد ما فرد مسئولیت پذیری خواهد. دوستمون بسیار نکته جالبی رو اشاره فرمودن. دقیقاً من میخواستم همین رو بگم. من به عنوان یک معلم میبینم که دانش آموز من پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم تا دهم، حتی دبیرستان مسئولیت کارهاش رو قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ چون این دانش آموز از اول دبستان یاد گرفته که روز اولی که میره مدرسه کیفش رو پدرش یا مادرش باید برسونه و از مدرسه که میاد خونه مجدداً جورابهاش رو مادرش باید بشوره، کیفش رو یه نفر دیگه حمل بکنه و گاهن خیلی در وضعیت‌ها مواقعی میبینیم که تکلیف درسیش رو مادر مینویسه، پدر مینویسه. خب این آدم دیگه دنبال مسئولیت پذیری نمیره. چرا؟ چون مطمئنه که کارها، وظایف، شرح وظایف و بقیه امورات رو یک فرد دیگر حتما براش انجام میده. همون مثالی که آیه دوست عزیزمون هم فرمودن که در یک خانواده 7 تا 8 تا 10 تا فرزند داریم، یه نفر همه کارا رو انجام میده، 7-8 نفر بعدی خود به خود دیگه احساس مسئولیت نمیکنن. پس شروع مسئولیت پذیر از نظر من خود خانواده است. ما اگر بتونیم اون فرد رو در خانواده مسئولیت پذیر بکنیم، خود به خود در جامعه این مسئولیت پذیر خواهد بود. این چجوری مسئولیت پذیر میشه؟ با دیدن خود اعضای خانواده. اگر پدر خانواده مسئولیت پذیر باشه، اگر مادر خانواده مسئولیت پذیر باشه، خود به خود فرزند مسئولیت پذیر خواهد بود. این نکته اول. و
یه رابطه بین مسئولیت دادن و مسئولیت پذیرفتن هست. یعنی چه رابطه؟ ما تا زمانی که به فردی مسئولیت ندیم، انتظار این که اون فرد مسئولیت پذیر باشه نباید داشته باشیم. خیلی مثال ساده است. باز در خانواده ما هیچ کاری رو به بچه نمیگه انجام بده و بعد انتظار داریم فردا روزیم به سن بلوغ و حالا به سن اجتماعی بودن برسه و کار انجام بده. خب این آدم هیچ گونه آموزشی ندیده، هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیرفته، بنابراین از این به بعد هم نمیتونه مسئولیت پذیر باشه و یک احساس ضعف شدید نسبت به گروه همسن و سالان در خودش میبینه و همونطوری که سرکار خانم فرمودن یک احساس اضطراب، یک احساس دگرگونی، یک احساس ترس، احساس طرد شدن تو جامعه داره. سر کلاس دقیقاً این مورد واضح هست بین دانش آموزی که از اول کار وظیفه هاشو خودش انجام داده و دانش آموزی که مثلا با کمک خانواده تکلیفش رو نوشته یا با کمک دوستان، حتی در مورد حاد با گام به گام نوشته. خب این آدم مسئولیت پذیریش و اون شدتش کمتره و خیلی احساس ضعف میکنه. یه رابطه اساسی بین مسئولیت پذیری و تعلق خاطر هست. هر زمانی که ما یه موضوعی رو دوست داشته باشیم، خود به خود در مورد اون موضوع احساس مسئولیت پذیری میکنیم و اگر از موضوع خوشمون نیاد دیگه نمیریم سراغش. یک فردی هست از کار فنی خوشش میاد، خب اگر قرار باشه یک مسئولیت فنی بهش بدن این بهتر میتونه انجام بده. یک فردی هست کار آموزشی خوشش میاد، تعلق خاطرش به آموزش هست و این آدم میره دنبال کار آموزشی. یه مثال خیلی واضح همینجا کنار دست من تشریف دارم، آقای بردبار علاقه‌مند به رشته هنر. در همه مدارسی که من در رکاب ایشون بودم دیدم که چجوری و با چه مسئولیتی و چگونه دنبال کار رو میگیره. چرا؟ چون خودش اون تعلق خاطر رو به بحث آموزش و به بحث یادگیری و به بحث هنر داره. حتی جاهایی بوده که دیدیم هزینه شخصی کرده، توی مدرسه‌ای در حاشیه شهریشون با هزینه شخصی رنگ‌آمیزی کردن به بچه‌هایی که از لحاظ اجتماعی ضعیف‌تر بودن، لحاظ مالی ضعیف‌تر بودن، کمک کردن که رنگ‌آمیزی یاد بگیرن. برای تابستان‌ها حداقل یک کمک دست یا کمک خرجی برای خانواده بشن. بین مسئولیت پذیری و نظم هم یه رابطه خیلی مهم هست. یک فرد مسئولیت پذیر آدم منظمی است و رابطه دو شرطی است. حالا آقای خداوند خودشون رشته ریاضی بودن. رابطه دو شرطی یعنی هم رفته هم برگشت. یعنی آدمی که منظم باشه قطعاً میشه گفت این آدم مسئولیت پذیره و برعکس آدمی که مسئولیت پذیر باشه قطعاً میشه گفت آدم منظمی است. امروز در اول کار که خدمتیشون رسیدیم دقیقاً میخواستم خود ایشون رو مثال بزنم به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر و منظم. در اولین جلسه‌ای که بحث نشست‌های پنجشنبه شکل گرفت ایشون یک کرونومتر داشتن اگر خاطرشون باشه، دقیقاً وقت میدادن. چرا؟ چون احترام به بقیه. حالا من بیشتر از وقت دارم حرف میزنم انشالله که اصحای ادب نشه، ولی اولین بحث یکی از قسمت‌های مهم نظم هست. هر زمانی که فردی منظم باشه قطعاً میتونه آدم مسئولیت پذیری باشه. اهمیت مسئولیت پذیری و هدف از مسئولیت پذیری چی هست؟ ما برای اهمیت و هدفش 3 تا مبحث داریم. یکی از مبحث ها افزایش کارایی است. کارایی یا افیشنسی. هر زمانی که فرد مسئولیت پذیر باشه، جامعه مسئولیت پذیر باشه، یک کارگر مسئولیت پذیر باشه، یک هنرمند مسئولیت پذیر باشه، یک دانش آموز مسئولیت پذیر باشه، خود به خود کارایی افزایش پیدا میکنه، راندمان افزایش پیدا میکنه و بعد از راندمان که افزایش پیدا کرد در گام دوم زمانی که جامعه ما جامعه مسئولیت پذیری است بهره‌وری میره بالا و بعد از بهره‌وری آخرین گام که میشه مدینه فاضله اثر بخشی است. ما افراد مسئولیت پذیری رو داریم که این افراد باعث بهبود کار شدن، باعث بهبود وضعیت شدن، بهره‌وری رو بردن بالا و در پایان افرادی شدن اثرگذار، اثر بخش، الهام بخش. بنابراین
اهمیت مسئولیت پذیری از نظر من اون هست که ما به اون گام سوم یا گام نهایی که اثر بخشی است برسیم. امروز می‌خوایم در رابطه با مسئولیت پذیری صحبت کنیم. مسئولیت پذیری، تعریف لغوی مسئولیت پذیری به عنوان تعهدی درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب تمام فعالیت‌هایی است که به وی سپرده شده است شناخته می‌شود. مسئولیت پذیری جزو ویژگی‌های هر انسان شناخته می‌شود، به شکلی که انسان در برابر خواسته خود و گاهی ناخودآگاه مسئولیتی در برابر جسم و سلامت خود برای تدبیر زندگی و زنده بودن دارد. مسئولیت پذیری جزو ویژگی‌هایی است که ارتباط متقابل با سایر ویژگی‌ها مثل اعتماد دارد و صرفاً این تعریف فقط در محدوده ارتباط یک انسان با افرادی که در جامعه حاضر هستند نیست. ما انسان‌ها دارای انرژی و یک نیروی درونی هستیم که پدیدآور حالت تعادل از جمله تحمل وزن فیزیکی که خلاف جاذبه زمین برای انسان بر روی زمین وجود ندارد شامل می شود و پذیرفتن احساس مسئولیت پذیری باعث افزایش انرژی درونی انسان‌ها می شود. طبق نظریه هایی که بیان شده این نظریه وجود دارد که پیدایش انسان در ابتدای آفرینش بر روی کره زمین نبوده و یکی از این دلایل تضادی هست که برای انسان‌ها وجود داره در راستای در یک محور نبودن تعادل انسان بر روی زمین. و سوالی که اینجا به وجود میاد این هست که شاید به خاطر همینه که انسان نسبت به طبیعت روی زمین مسئولیت متحمل نمیشه. پس این نتیجه گیری وجود داره که انسان‌ها نسبت به احساس تعلق و عدم تعلقی که دارند پایه و اساس دیگر ویژگی‌های معین خودشون رو میسازن. در ابتدا وقتی کودکی در خانواده متولد میشه، خانواده مسئول هستن نسبت به رشد و خواسته های کودک. اما مشکلی که وجود داره در جامعه ما این هست که خانواده ها از این مسئولیت خود سرباز میگردانند و آرزوهای برآورده نشده خود را متحمل بر کودکان میکنند و نسبت به آرزوهای خود به روش نادرست که از دید آنها درست است ارزش و مسئولیت دارا میشوند. گاهی مسئولیت پذیر بودن برای خود در صورتی که در ارتباط با دیگر افراد باشد میتواند ضربات غیر قابل جبرانی را به آنها بزند. ما انسان‌ها در مقابل افکار و لحن بیان خود حتی مسئولیم، ولی زمانی که این تعریف وجود دارد که هر انسان دارای طرز فکری متفاوت است و ممکن است از رفتار بدون منظور تو برای خودش دلیل‌هایی را توجیه کند که هدف تو در گفتار این نبود، این مسئله پیش می‌آید که آیا پذیرش این مسئولیت پذیری به نفع من است یا خیر. احساس نیمه تمامی که در اینجا برای تصمیم گیری وجود دارد این مسئله را از بند فکر کردن آزاد می کند. اما این قضیه وجه مثبتی که دارد این است که موارد اشتباهی که به انسان متذکر شده است بیشتر در ذهن او باقی می ماند. پس به این نتیجه می رسیم که اینجا مغز انسان کارهای نیمه تمام را در حافظه نگه می دارد و به این اتفاق اثر زایگرنیک می گویند. این اثر همونطور که ممکنه مثبت باشه منفی هم هست. توی سال 1927 یک روانشناس روسی به نام زایگارنیک متوجه اتفاق جالبی شد. ایشون اومدند و آزمایشی رو انجام دادن تا بفهمند که این موضوع واقعیت داره یا خیر. دیدند که توی رستوران‌ها افرادی که سفارش میگیرند از مشتری‌ها تا وقتی که سفارش رو سرو نکردن توی ذهنشون هست و وقتی سفارش سرو میشه یادشون میره که کدوم غذا برای کی بود، در حالی که قبل از سرو غذا یادشون بود. ایشون 2 گروه آورد و به هر کدوم یک سری کار ساده داد، مثل چیدن مهره روی یک بند یا یک سری مسائل ریاضی. گروه اول 1 ساعت وقت گذاشتن و گروه دوم وسط کارشون گفتند وقت تمامه. و بعد که باهاشون حرف زد متوجه شد که گروهی که کار رو کامل انجام دادن جزئیات یادشون نمیاد، در حالی که گروهی که نصفه کارشون مونده بود تا 90% جزئیات یادشون بود. این اثر عملکرد مغز رو پایین میاره، سرعتمون رو کم میکنه و استرس زیادی بهمون میده. در رابطه با بحث امروز این بیان میشه که مدام به کارهایی که مسئولیتشون رو قبول کردیم اما نیمه تمام انجام دادیم فکر میکنیم. و همینطور اینجا موضوع توی آب نمک گذاشتن به اصطلاح وجود داره، به معنی نیمه تمام گذاشتن یک رابطه. ما در روابطی که داریم مسئولیم که توی این قضیه ما انسان‌ها کاملا مشخص نمی‌کنیم که یک انسان در کجای زندگی ما وجود داره و فراری از جواب دادن به اون شخص بشیم.
و در همین حال به اون حق انتخاب ندیم که بمونه یا بره. اینجا بدون اینکه اون شخص بدونه و خودمون بدونیم حجم زیادی از ذهنش رو درگیر کردیم. اینجا مسئولیت قبول کردن به اشتباه و فرار کردن از مسئولیت پذیری، احساس به اندازه کافی نبودن، استرس و حجم زیادی از افکار منفی رو به ذهن میده. اینجا پذیرش مسئولیت پذیری به اشتباه آسیب پذیر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا موضوع مسئولیت پذیری چرا مهمه که یک پنجشنبه رو اختصاص بدیم به موضوع مسئولیت پذیری؟ در واقع مسئله‌ای که همه ما رو الان درگیر کرده همین قضیه است که افراد توی شهر، تو استان، تو کشور متاسفانه کمتر پیدا میشن افرادی که مسئولیت کار خودشون قبول بکنن. یعنی طرف حاضر بگه من مردم تا اینکه مسئولیت کار خودش رو قبول بکنه. و دو، افرادی هستن که به راحتی مسئولیت ها رو به عهده میگیرن. این خیلی مسئله و موضوع بسیار مهمیه. تجربه شخصی راجع به قبول مسئولیت، البته باید بگم که همه ما به یک شکلی مسئولیم. به هر حال مسئولیت پدری داریم، مسئولیت فرزندی داریم، مسئولیت شهروندی داریم، اما منظورم قبول مسئولیت اداری هست. تجربه شخصیم از قبول مسئولیت اداری تجربه خیلی جالبی نبوده متاسفانه. به شدت عمر و هزینه‌مو هدر دادم، یعنی هدر رفته بابت اینکه انرژیم صرف یه سری تغییر نگاه شده فقط و نه تغییر ساختار. و اینکه اگر از من بپرسین آیا مایلم باز دوباره قبول مسئولیت بکنم و یا آیا مسئولیت دندانگیری اگر بهم پیشنهاد بشه آیا قبول میکنم یا نه، پاسخم خیره. چرا؟ چون اگر حتی بدونم مفید باشم هیچ وقت این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون حالا نمیخوام بگم به خاطر بی‌مسئولیتی هم هستش راجع به اجتماع، راجع به دور و برم. این بیشتر به خاطر اینه که شغل خودم رو یه مسئولیت مهم میدونم که باید تو اون تلاش بکنم موفق بشم. خیلی نیاز نیست افراد جای خودشونو به جای افراد دیگه بدن. خیلی آدم‌ها درست شدن برای مدیریت، خیلی آدمای توانمندی که میتونن مسئولیت‌ها رو صادقانه قبول بکنن و کار مهمتری انجام بدن. خیلی از افراد باید در جایگاه خودشون بمونن اگر احساس بکنن اونجا مفیدترن. و اما راهکار برای رفع مشکلات اجتماعی در سطح کلان، البته از نظر شخصی، از نظر برحال از منظر خود بنده، این که مشکلات اجتماعی که ماحصل در واقع عملکرد غیر مسئولان کشورمون هست، به خاطر این که انتصابات رو مسئولیتش رو میدن به افراد. یعنی افراد میان مسئولیت مشخص میکنن، عزل و نصب ها دست افراده. اگر به یک شکلی در واقع اون احراز مسئولیت به عهده خود فرد باشه در یک قانون خود اظهاری، یعنی یه سایت مشخص، افراد توانمندی های خودشون رو اعلام بکنم، بگم من مثلا میتونم مسئولیت این کار فرهنگی رو به عهده بگیرم، بعد اون امکانات رو، اون پارامترهایی که مد نظر هست رو اگر کسب بکنم، امتیازات رو اگر کسب بکنم، بتونم اون مسئولیت رو قبول بکنم. یعنی میخوام بگم که قبول مسئولیت ها تو کشور رو مثلا به عهده مسئولین نذاریم. استاندار نباید مسئولین رو مشخص، نماینده نباید مسئولین رو مشخص کنه، رئیس جمهور نباید مسئولین رو مشخص بکنه که با برگشتن ورق انتخابات بیاد سرنوشت مردم در واقع به بازی گرفته بشه. یک قانونی باشه، یک راهکاری باشه که منی که به قدرت میرسم اینقدر مسئولیت، اینقدر آزادی عمل نداشته باشم که سرنوشت همه رو تو دست خودم بگیرم. نه خیر، آقا من رئیس جمهورم، مسئول کار خودم باشم، من نماینده مسئول کار خودم باشم، مسئول اون وظایفی باشم که برای من تعریف شده، به اون جاهای برسم که باید برسم. شاید مثلا یه حوزه تو اداری که مثلا تخصصش ندارم، مثلا وقتی من تخصص ندارم تو قسمت فرض کنی آموزش و پرورش، اونجا ورود نباید
بکنم یا تو قسمت فرهنگ و هنر نباید ورود بکنم، تو قسمت دیگه اصلا اجازه ورود، قانون این اجازه رو به من نده. آدمای برجسته تو هر قسمتی مشخصن، آدمای توانمند تو هر قسمتی مشخصن، اونهان که میتونن اون اداره اون مسئولیت رو به عهده بگیرن، اون کار رو بچرخونن. درود بر شما، ببخشید. خب از وقت واژه مسئولیت شروع کنم. واژه مسئولیت معنی یعنی پاسخگو بودن. تو وقتی که مسئول یک جا یعنی باید پاسخگو باشه، یعنی ضمانت دادن، یعنی توانایی تصمیم گرفتن. شما معنیان یک برای واژه مسئولیت تعریف کنم. واژه مسئولیت الان جایگزین شفقت بوده، شفقت، احساس گناه. واژه مسئولیت جایگزین آیی بوده. الان یک پزشک یک نسبت به یک بیماری احساس شفقت نکن که درمانی کن، احساس مسئولیت کن. اگه من پزشک مسئول نسبت به بیمار. اما در قدیم چون که بوده، در قدیم دل سوخته پری، خب گفتی آقا بل کاری کنم پری فلان و شان، اصلا اینقدر وظیفه وقتی نزانتا. در واقع مسئولیت در سیر تاریخی وقت از شخص مرکزی، از خود مرکزی یحت تبدیل بوده به دیگری مرکزی. ما الان افرادی که هستند ته جامعه هیچ که با توجه با احساس گناه وقتی کار نکند، با توجه به شک نسبت به دیگران احساس مسئولیت کن گلاش کار کن. اما مثال پزشک گفتم در قدیم، خب الان هم هست البته تو جامعه سنتی سرامان ما هست که بعضی از خانواده مسئولیت پذیری جه دور ندند و احساس گناه ته افراد جه دند. مثلا گانش مثلا ما از امتحان نمره کم گرفته، اگه چون که نماز نکنه کم میگرفته. خب احساس گناه در مون په تک شکل بدن که مون نماز بکنه و بلکه نمره گیشتر بگیرن. چی کو احساس گناه در فرد، نه احساس مسئولیت. بله اگر که احساس مسئولیت بگو بعد گیشتر تلاش کنه، گیشتر درس بفهمه تا نمره تو بگیره. بله این دلیل نیارد پری، این دلیل های مقدس و الهی برای یک کاری نیارند. خب یا چی یارند که اگر که تو درس موانه خب نمره کم بگیره. چی الان چی مدرن ماش ما اصل مدرن دلیل شیو. بله در قدیم نه دیگه، در قدیم احساس گناه و شفقتش یا ورته به جای مسئولیت پذیری در خانواده جه دور داده که شی خب تاثیرات خیلی منفی بازی میم بوده در جامعه ما. در واقع چوک شرمنده و از چی که سعی کن گیشتر تلاش بکن روش احساس شرمندگی بر دست دادن که شام متفاوته متأکد کن. شان ما باید بفهمیم که جامعه چرا یک چیز اخلاقی و مسئولیت پذیری ما مثلا به صورت فردی باید مسئولیت پذیر بیم. به طور مثال لگم الزام اخلاقی دانو اگه تو گنده یک شخص گلاشو غرق کبو باید نجات بده دیگه. چی الزام اخلاقیه که آقا یک شخص گلاشو غرق کبو تو باید نجات. اما الزام اخلاقی جمعی چیه؟ مسئولیت جمعی چیه؟ الزامی چیه که ما اگر دست به دست هم مدیم نتوانیم مثلا فقر ریشه کن کنیم. خب چی الزام جمعیه؟ یعنی یک جمع یک جامعه باید با هم همبسته بو، معنی همبستگی هم تعریف بو. ایده بله خیلی موضوع خطرناک و مهم هم بو. خیلی از جوامع و تمی همبستگی اجتماعی و تمی الزام اخلاقی اجتماعی شکل گرند که توانند. به طور مثال نازی ها از همشی استفاده کو یهودیانش سخت. خب گفتش ما باید متحد بین کشان از بین بریم. فکر کن این یک همچی موضوعی همبستگی اجتماعی توانند که چی قدر خطرناک بو و چی قدر تو مفید بو. مثلا همبستگی در مورد زنان، کودکان کار. خب شان وجهان مفیدین که در یک جامعه توانیم ببین. اما خیلی هم توانند که وحشتناک بو. وحشتناکی هم ادانا. و شاید کجا یعنی اتفاقاتن کجا یعنی از فکر کردن. مردمان جامعه اگر که ما توانند فکر بکنند خیلی راحت توانند گول بارن و برند به سمت که ازیدیم دیوال بکپن. اما اگر که مردمان فکر بکنند زانند که آقا این پیامی که الانیه ما باید همبسته ببین از نظر اخلاقی مسئولیت جمعی ما را هستا توانند یک تغییر بزرگ تا جامعه و ایجاد کنه. مثلا فقر از بین بره، قانون تصویب بکنه، برای حقوق زنان قانون تصویب بکنه. شاید همبستگی اجتماعی همین کمپینان یک تشکیل لبند شون همین همبستگی اجتماعی. پس چه دو دانه وجه هست که باید خیلی مواظب ببین تا الزام اخلاقی همبستگی اجتماعی که باید فکر کنی سر موضوع که مطرحه بو حتما. اما تا همین الزام اخلاقی مسئولیت وقتی که موضوعی مطرحه بو بحث چیه؟ بحث سر مسئله کنش و آزادی ها دیگه. ما آزادیم که انتخاب بکنیم که واکنش این بو یا ما بو. وقتی که یک موضوع مطرح بو
ما آزادیم آقا، ما فکر کنیم، ما آزادیم که این فکر بکنیم که آقا منو په شرکت بکنن یا مکنن، آیا این کنش انجام بدن یا مدن. اما وقتی که این آزادی هست و این حق انتخاب به وطدین انتخاب کنیم، مسئولم پس هستیم. وقتی که تو یک انتخابی کنه، یه انتخاب حتی انتخاب نکردن هم ما در ازای انتخاب نکردن هم مسئولیم. ما اگه انتخابم کنیم مسئولیم، اگه انتخابم نکنیم مسئولیم. و این انتخاب کرده و نکردن هر دو کم استراب ها، خطر کردنی ها. آدمانی که انتخاب نکنند، آدمی که آزاد نه ها استرابی هم نه. یک آدمی که زندان هیچ حق انتخابی نه، آدمی که زندانو حق انتخابی نه. همین خاطر دیگه نتوان تصمیم بگیره، نتوان انتخاب بکنه. خب تفاوت شو، یک آدم آزادی تواند. و تفاوت عصر مدرن و قدیم هم در هم شو. در قدیم سنت، کتابای دینی، ندانا خانواده، متافیزیک شان انتخاب کرده په طرف. خب شان انتخاب کرد، همین خاطر ریسکش نبود، خطرش نکرده بود. گفتی که ندانا هر چی که فلان کتاب یافته ما همه کار کنیم. خب هست در ادیان هم همین شکل. آدمان اصلا معنایش هم شو. مثلا حالا در اسلام معنی چه؟ این تسلیم. تو تسلیمه دیگه. و در این تسلیمان در ایشان دیگه آزادی نه. وقتی که آزادی نه یعنی تو تصمیم نگیره. الان یک چیزی مثل داعش چونکه داریه، داعش فکر نکن دیگه. چون فکر نکن رو آدم کشه. چون اگه در کتاب ما یافته ما باید بریم کش. تو فکر کن یارو اصلا فکر نکن. خب فکر اگه هر چی که گفتهش، یعنی آدمیو که انتخاب نکن، آدم آزاد نه. یا حتی در کتاب اورشلیم هانا آرنت یارو 2 میلیون آدم کشته یحت نیستا، اگه من مامور معذور، یعنی طرف اصلا فکر نکرده، اگه من دستورش داده بودم اون کار کرده. یک آدمی تا دادگاه نیستا، دیم یک عالم آدم دیگه اصلا فکر نکرده. فیلم هفت گناه آفرین، مثلا طرف اصلا فکر نکنه، 2 میلیون آدم رابطه کشته که منش دستور داده بود. خب یک نوع دیگه از مسئولیتی که ماشمار به صورت تاریخی هست. یک چیز مدرنه در قدیم نبود. مسئولیت تاریخی یعنی ما را در قبال کره زمین مسئولیت ها، در قبال آیندگان، در قبال بقیه موجودات. خب ما اینقدر باید به فکر ببین که این زیستی که من هست ما مسئول هستم در قبال این چیزا. اشکال مره چون پلاستیک تولید مکنم، در مصرف آب، در مصرف این چیزا. خب شی مسئولیت تاریخی ماش مایا که خیلی افراد کمی نسبت به این مسئولیت تاریخی واقفن. بخاطر چی؟ بخاطر به بلوغ فکری نرسیدن. وقتی یک آدمی به بلوغ فکری نرسید نتوان راجع مسئولیت تاریخی هم فکر بکن. در همین 4 تا مسئولیت کوچیک که جلو پایین فقط فکر کن. در مورد مسئولیت حقوقی و اخلاقی بحث قانون دیگه، من یک وظیفه نباید انجام بدم و یک چیزی هست که وجدان منو. چند تا مثال ها فیلمش هم پین کرده راجع به این موضوع. مثلا یک مثالش که طرف سکته قلبی کرده، تا ماشین یا پیتی ببارت بیمارستان، ولی یک گنده چراغ هم قرمز. ایده همین اتفاق کپه. جان ای فرد مهمتره یا قانون؟ خب که ما آیا پشت چراغ قرمز باید بوسان یا ای آدم باید که بمرد؟ خب این تراژدیان ایده اتفاق کپند. یا حتی در چیان قدیم یونانی هم هست، داستانان قدیم یونانی هست، طرف براتی مرد قانون اجازه ندن که کفن دفن بکن، بله وجدان وتی اگو که ما وظیفه نو باید براتون کفن دفن بکنم، چه قانون بله اجازه نداتا. ایدان این سوال پیشه که چی کسی قانون نویسد؟ قانون که نویسد؟ که ما دیگه ما قانون نویسیم و این قانون آیا مهمتره یا وجدان ما مهمتره؟ قانون ما در چه راستایی اصلا نویسیم؟ در راستای راحتی وتی نویسیم دیگه، یک سری قوانین بین انسان ها دیگه. و سوال بعدی همچیه که سرچشمه قانون که ما این دیگه، ما انسان ها وقتی سرچشمه قانون وقت ما این نویسینه قانونه. پس وقتی که طرف گو ما مأمور معذوران، وقتی که طرف گو مأمور معذوران، این مأمور معذور بودن تا یک حدی او قسمتی که تو توانه انتخاب کنه، تو توانه فکر بکنه، انتخاب دست تایو درسته یک دستوری هست که کار باید بکنه. چون که روابط ما انسان ها بر اساس قانونه، ما یک سری قانونی هستی وسط که بر اساس قوانین پر روابط ما شکل گرفتن. اما این قوانین تا چه وقت صدق کنند؟ تا وقتی که ما وقتی توانی فکر هم بکنیم. از نظر یک فرد هر کسی تو فکر بکن که این قانون با چه کیفیت و کمیت اجرا بکن. چی دست مایا که قانون چون اجرا بکنی؟ اگه ترجگو 2 میلیون آدم برو بکش یا دکمه بجای بمب کپت، خب
او دا آیته که گلاشه فکر کنه آیا مو دکمه بجنا یا مجنا اذا تو انتخاب کنه قوانین اذا به تو درست قانون تا یک چیزی کو بله اذا حسا اذا تک تو انه فکر کنه و کار مکنه شی چیزیات که آدم یک فکر کن تو هم بیده برسید بله آدم یک فکر نکن بیده نرسه آدم همه کار کم مثل رباطی. یک سوالی که خیلی مهمه شو که آیا ما در قبال همه کس و همه چیز مسئولیم؟ یک سوالی است. خب آیا ما در قبال همه کس و همه چیز مسئولیم؟ نه. پس چه؟ مسئولیت یک چیز محدوده و انتخابان ما هم محدوده و عمر انسان هم محدوده. تا وقتی که زنده توانید مسئول ببه و انتخاب بکنه. وقتی که مرده دیگه خلاصه. پس تا وقتی که زنده مسئولیت هست و مسئول نسبت به چیزانی که هستند چون توانه انتخاب کنه. پس کلا پروسه مسئولیت یک چیز محدودیه، چیز نامحدود نه. حتی یک چیزها جهان شمول، مثلا در مورد کره زمین که ما حرکت چه تاریخی که ما هست، وقتی که زنده‌ام خب پلاستیک نریچم. مسئولیت ما تمام وقتی که زنده‌ام. وقتی که ما مرتن دیگه خلاص، ما مسئولیت نه. یا در قبال این چیزان یک جهان شمول تره. حتی در قبال این افغانستانیان که ایرانیایند هم وقتی که من گندن یک آدمی ایده هست که تو آن کمک کن تا وقتی که مزندن شی کمک کنه مسئولیت اون هست که آقا شی مهمان ما اون که مرتان دیگه مسئولیت اونه پس شی محدوده و شما فکر میکنید که جهان مسئولیت خیلی نامحدود این چیزه نه محدوده چون عمر ما شما محدوده بعد انسان حتی نسبت بود یا مسئوله مثلا تو نتوانه خودکشی بکنه چرا به خاطر شی که انسان همانطور که تو هم رو لبه یک پرتگاهی وقت نابود بکن همانطور تو هم دنده عقب هم بگیرد و هم وقت نجات بدن هم دیگران تو باعث نجات دادن دیگران هم بگو یعنی زیست وقت معنا بدن معنا بیاره تا زندگی بد بعد ما یک سری مسئولیت ها یک طرفه مثل همین نجات دادن کره زمین مثل مسئولیتی که پتماتان نسبت به یک چوک ها به خاطر چی که چوک شکننده ها کره زمین شکننده ها ما انسانان پتماتان قدرت هست و این قدرت به ما مسئولیت سنگین تری داد که بتوانی آیه حفظ کنی آیه نجات بدی اما پچه مسئولیت ما خیلی سنگین تر از چیزی که ما فکر کنیم به خاطرشی که علم و تکنولوژی به ما یک قدرت داده که ما توانی پس چیزان نابود کنیم به همه میزان این قدرتی هست که چیزانا از نابودی نجات بدیم شی یعنی قدرت هر چی قدرت تر بیشتر ببو پس مسئولیت تو هم بیشتره قدرت بیشتر مسئولیت بیشتر پس انسانان الان این مسئولیت ها هست مسئولیت ها خیلی بزرگش هست یک موضوعی که خیلی مهمه در مورد همه بلوغ فکری ما تا وقتی که به بلوغ فکری مرسیم خب مسئولیتان تاریخی و هم نتوانیم که درک بکنیم مردم ما یکی از مسئولیتان تاریخی که خیلی مهمه در انتخاب کردن حتی دولت های مردم ما در انتخاب کردن یک دولتی نقشش هست که دولت انتخاب کن که یک دولتی را انتخاب کن که مردمان بگیرد به جان زندان بکن وقت مردم هم دیگه وقت مردم اما مسئله مهم ادانه که این مردم باید بفهمند که این انتخابش کرتا یعنی آگاه ببین نسبت به این انتخابش و بعد آگاه ببین نسبت به اشتباهی که کرتهش چونکه اشتباهش کرد اور پروسی به خاطرش دوباره تکرار مکنه و مسئولیتی را قبول بکنند که آقا ما در فلان بره تاریخ مثلا این اشتباه کو اما راجب خودآموزی مسئولیت چونکه مسئولیت یاد بگیریم چونکه مسئولیت پذیری یاد بگیریم همه چیزی که از مده عزیز کو چند مثال جزئی‌تر جنان راجب آموزش مسئولیت پذیری در خانواده خب دقیقاً موافقم و همین چیزی که شما گو از خانواده شروع با مسئولیت پذیری در خانواده چونکه شروع با یک پتوماتی چوکان و تا با پروسه تنبیه کردن همه خب مثلا چوک احتا وسایلان و ترهت سر زمین تنبیه بدنی فیزیکی منظور نه وسایلان و ترهت سر زمین ما تیه یک برش جمع کن تا ثبت شکن چوک گندت زاند که ما وسایلان باید چوکا جمع بکنه یعنی آموزشی باید بده بعد از این پروسه آموزشی خب چندین بار تکرار بود چوک یاد گرفت که باید وسایلان و تا ثبت بکن تو دوباره دیگه ثبت بازی کا بل آئی ثبت نہ کرتے ہیں وسائلان جمع کرنا نادش سر کمود آئی فهمت کہ مو اگر کہ وسائلان جمع کرنا لیکن نہ تو اس وسائلان استفاده کرنا مثلا به مدت یک ساعت این پروسه تنبیه کردن تو آموزش بدن مسئولیت پذیری چوکا نه که یک کارانش بدن چوکا نه توانه انجامش بدن یا مثلا گلاشه کشاورزی کنه تا باغچه یا کسان کن بالکل ده آیه یک گوشه کو بیل جا چی باعث بوگا چوکا احساس مسئولیت کن یا گلاشه ماشین تعمیر کنه گویا یک مثلا پیشگوشتی که دست بدن چوک احساس مسئولیت کا احساس چی کن تو یک کار بکن
هنچو شکل گرفت اصلا احساس مسئولیت هنچو. یک عالمه کتاب هم هست، شما قابل یک سرچ بزنید تو اینترنت کتاب فیلم آموزشی تا یوتیوب آپارات دمادم هست که توضیحش داده. کتابای مونتسوری راجع به آموزش چوکان که همشان استپ بای استپ پیش داریم چونکا یک چوکی مسئولیت پذیر بود. اما ما را جامعه مسئولیت پذیر نه، جامعه ما شما مسئولیت پذیر نه و به همین خاطر هم اصلا خطر نکن جامعه ما شما. پس هیچ اتفاقات جامعه ما شما نکه پس که اصلا جامعه مسئولیت پذیر نه. یه چیزانی که شما گفته راجع مثلا حتی زباله فلان وشان اصلا به بلوغ فکری نرسته انگار جامعه ما. و این بلوغ فکری از کجا رسه؟ و آگاهی دیگه و همین خبر کردنا چهار نانه آدم تا خانواده جمع بلند راجع به موضوع خبر بکنن که خب ماشما این مسئولیت هم هستن. یعنی این آگاهی باید بیاد تا خانواده ها تک تک، اول تا افراد بیاد تک تک، بعد بیاد تا خانواده، بعد بیاد تا جامعه. جامعه مسئولیت پذیر بود. مسئولیت پذیر خب از فرد شروع بود دیگه. هر فرد شروع کنه مسئولیت پذیر بودن وقتی تا کار وقتی تا شغل وقتی تا زندگی وقتی نسبت به چوکانی، نسبت به خانواده، نسبت به کوچه دف دوار وقتی. یک دوستی حتی سرامان منی گفت که من چند سال پیش حتی سرامان په مردمان صحبان دبسران وقت روبت الان هیچ که دبسران نروپه، دبسرانش په اشکال. یعنی همین که حس مسئولیت پذیری نسبت به دور بر دوار وقتش هم نیست. جامعه مسئولیت پذیری وقت از دست داده. اما این پرسشگری که ماشماره هست راجع به این موضوعان مثل همین بحثی که گفتگویی که هستین، پرسشگری یا دیگه چی؟ مسئولیت پذیری یعنی چی؟ مسئولیت یعنی چی؟ وقتی که راجع به چیزا ماشما خبر کنین، راجع به این پرسشگری های فلسفی باعث بشه که آگاهی به دست بیاری ماشما تا بتوانین در برابر شرهای انسانی، در واقع شرهای انسانی چیه؟ همه اتفاقا یعنی که با بدون مسئولیت پذیری کپند، یا همه اتفاقا یعنی که مسئولیت پذیری جمعی، مثلا داعش، نازی ها مسلمانان تا چین گلاشین کشن، این اتفاقا آگاه می ماشما نسبت به آگاهی پیدا کنید که اتفاقا ما کپن، بل در جامعه که آگاهی ما بود اتفاقا کپن و جامعه ماشما به شدت مستعد خشونت. در جامعه که آگاهی ما بود، گفتگو ما بود، دو روی هست، یا نندی خبر کنی یک موضوعی حل کنی ماشما، یا کپه به خشونت. یک چیزی مثل نازی ها، مثل داعش، مثل مسلمانانی که در چین گلاشین کشنده، شهیدگاه افرادی که در دنیا گلاشین کشتنه به شنپه قسمت خشونته. یعنی این همبستگی تبدیل بود به خشونت، همبستگی تبدیل نبود به یک چیز سازنده تا کشوران. هرچی آزادتر ببین مسئولیت پذیرترین. آزادی باعث مسئولیت پذیری بود. و نکته مهمتری که بهروز عزیز گفت شو که ماشما در قبال آزادی همه که به دست بیارین همه مسئوله. چی که ماشما بیاین تلاش بکنین یک چیزی تا جامعه وقت به دست بیارین، مثل حتی همین جلسات، این آزادی برای گفتگو، این تلاش این کرتا نباید ویل کنیم. ماشما مسئولیت این هست که شیء بداریم. شیء هم یک موضوع خیلی مهمی باید فکر کنیم. شما وقتی احتنه شدن و تبار کردن و نگه داشتن این جلسات باعث بی که این جلسه ماندگار بگو و ماشما در قبال این جلسات این آزادی های در قبال آزادی کلن مسئوله. یک جامعه که به آزادی رسید مردمان در قبال آزادی مسئوله. مردمان نباید ویل کنن تو بره باید پای آزادی که به دستش آورده ببین. خیلی ممنون دست می‌دم. اول اینکه ممنون که اومدید، همین که مسئولیت قبول کردید. یکی از موضوعاتی که این وسط بود برای خود من 60 تا 70% مسئولیت هایی که بهم واگذار میشه اصلا انجام نمیدم. نمیدونم چرا، شاید آموزش ندیدم متاسفانه البته. و این یه تناقض بود توش. وقتی عارف گفت که حالا این دفعه مسئولیت جلسه رو تو قبول کن، از اونجایی که به قول بنده خدای ما جمع نقیزینیم، این نقض هم بود و گفتیم باش مشکل نداره این دفعه ما قبول میکنیم. موضوعات رو همه تون گفتید. من هرچی بخوام بگم دوباره در قالب حرفای شما هست، ولی یک جنبندی کلیه. یکیش که بلوغ فکری و جسمی بود که آقای خداونده گفتن. بله، ما یه بلوغ جسمی داریم، یه بلوغ فکری داریم. کسانی که مسئولیت پذیر نیستن به بلوغ فکری نرسیدن. هر کسی که مسئولیت نمیپذیره مطمئن باشید که به بلوغ فکری نرسیده، که مثل بچه‌ها که مثلا نمیتونید بهشون مسئولیت‌های خیلی چیزی واگذار کنید، دقیقاً همون جوریه. مسئولیتی که اول که آموزش در خانواده گفتید شروع میشه، ولی اینم هست که فقط کودکان نیستن،
افرادی که بزرگسال هستن مسئولیت پذیر نیستن قابل آموزشه، فقط یکم تایمش بیشتر میشه. حالا ولی حرف شما کاملا صحیحه، آموزشش باید از دوران کودکی باشه. در بین حرفای شما بودش که در برابر شهرمون، ابتدا در برابر کره زمین که آیه خداوندی گفتن، در برابر کشورمون، شهرمون، بعد خانوادهمون، چون که دوستشون داریم مسئولیم. من که مثلا من نوعی میبینم که همسایم درخت دم درش رو آب نداده، میرم آب بهش میدم، چون که همشهریمو دوست دارم، چون که همسایه‌مو دوست دارم، چون که مال این شهره، چون من این مال این شهرم و احساس مسئولیت میکنم. یک جمله جالبی در کتاب داستان شازده کوچولو، فکر کنم همتونم خونده باشین، یه جایی روبایه به شازده کوچولو میگه تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلیش کردی مسئولی. ماها اگر خیلی عمیق بشیم روی صحبت، ماها در حال اهلی کردن خیلی از افراد هستیم، خودمون، خانوادهمون، پدر، مادر و جامعهمون. در مورد هر کسی که بهش اهلی کردیم پس یادتون باشه مسئولی. اینکه آیا ما مسئول احساسات بقیه آدما هستیم یا نه؟ این که درسته ما مسئول کارهایی که انجام میدیم هستیم، فعلی که انجام میدیم، کاری که انجام میدیم، مسئولش خودمونیم. آیا در مورد احساسات دیگران چی مسئولیم یا نه؟ اینو حتما بهش فکر کنید به نظر من. چون اگر تصمیم ما بر احساس بقیه افراد تأثیر بذاره، پس اونجا ما مسئول میشیم لااقلش. چون اول اینکه کمترین کارش اینه که میتونیم توضیح بدیم تصمیممون رو، که اول من این به طور مثال این برای خودم خوبه، پس من اول در برابر خودم مسئولم، بعد در برابر شما. پس من این تصمیم رو گرفتم، اول برای خودم، بعد برای شما. کمترین کار اینه که میتونیم اینو توضیح بدیم. و قبل از همه این صحبت ها ما مسئول زیستن آگاهانه و درست زندگی کردن خودمونیم، بعد بقیه مسئولیت ها. یک بحثی از فرار از مسئولیت هم اگر خود به خودمون کندوکاو بکنیم، خودمون رو بررسی کنیم چرا مثلا مسئولیت پذیر نیستیم. من این کار همیشه میکنم در مورد خیلی مسائل غیر از مسئولیت پذیری، تا بتونم مثلا چیزای منفی رو پیدا کنم و اصلاحش رو کنم. خیلی چیزا میتونه فرار از مسئولیت باشه، مثل تجربه های تلخ گذشته، مثل عدم اعتماد به نفس، اینا همشون هستن. در کل خیلی جلسه خوبی داشتیم به نظر من. چیز دیگه همه مواردم در حوزه های مختلف بررسی کردیم. خانم کریم‌زاده هم البته یه چیزی موضوع نکته‌ای گفت خیلی واقعا قابل بحثه و خیلی درست هستش، همین بحث فرافکنی. مغز عادت داره به فرافکنی و وقتی این کار رو کرد اعتیاد بهش پیدا میکنه. ما در مورد اکثر چیزها، مخصوصا تقصیر انداختن رو گردن خیلی از افراد، من نیستم، جامعه است، پدر مادرم، اونه، من نبودم، و بعد بالاترینش خدا ما رو اینجوری آفریده، به من ربطی نداره. یعنی مغز عادت میکنه به فرافکنی. تقصیر من نیست. اگر خدا منو بهتر میآفرید، در جای بهتری، در کشوری بهتری، بدنی بهتری، شاید اینطوری نبودم. تقصیر من نیست، خدا من اینجوری آفریده، پس منم اینجوریم. و سعی کنید اول از خودمون، مشکل از خودمونه، باید حلش بکنیم، بعد به بقیه افراد. البته بی تقصیرم شاید نباشن، تا جایی امکان داره این حرف درست باشه، تقصیر انداختن، ولی اونی که همیشه باشه نیست. ممنون از شما، بهترین خودتون باشید. البته